یعنی میخواستن بگن یه جت جنگی داری میخری که باهاش توی جاده رانندگی میکنی. ولی آیا اینجوری بود؟ جیمز، تو گواهینامه خلبانی داری و به نظرم تو هواپیمای جنگی تایفون هم نشستی. آره اینجا چیزی میبینی که یاد اون هواپیما بیفتی؟ نه چی؟ هیچی؟ نه این دگمه این پایین توی تایفون نیست؟ نه توی تایفون هم باید با دنده عقب خاموش کنی که بتونی سویچ رو در بیاری. نه مثل این دنده عقب نداره. آره ولی دنده‌ای که بزنی بره عقب نداره. راستش تا اونجایی که آدم سویچ هم نداره. نه دنده عقب. پس اینا اصلا مثل هم نیست. البته یه صفحه کلید شبم داره. اگه دگمه‌شو بزنم چراغ همه اقربه‌هاشو خاموش میکنه به جز مال سرعت. البته اگه توی اقیانوس آرام پشت یه F14 نشسته باشی خیلی میتونه مفید باشه که روی ناو هواپیمابر دنبال